بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا پیست از سواری استان یزد هستش. اولین کورس بهاره سال جدید در تاریخ 10/1/1403 فردا انشاءالله برگزار می شود. شما عزیزان می توانید اگر اسب اصیل با شناسنامه دارید در این کورس شرکت کنید و اگر اسب هم ندارید به عنوان تماشاچی شرکت نمایید. خیلی زیبا و قشنگ هستش. بسیار مسابقاتی که برگزار می شود در حد مسابقات لیگ کشوری سوارکاری هستش. شما می توانید اگر در استان یزد حضور دارید مراجعه کنید و مسابقات را از نزدیک مشاهده فرمایید. فردا اولین تاریخ برگزاری مسابقات از سواری کورس بهاره در ساعت 12 ظهر به بعد انجام می گردد. شما اگر دوست دارید که فردا از نزدیک مشاهده کنید به اینجا مراجعه نمایید. انشاءالله که به شما عزیزان خوش بگذره. کورس بهاره سوارکاری استان یزد.